زن در خانه شوهر عزا میگیرد و حتی برای زیارت پدر و مادر هم میگن پدر و مادر در این وقت خودش آمده زیارت کنند، نباید زن از خانه براید. کجا رسد سفر به دیگر دولت، مگر ضرورت باشد که اگر سفر نکرد جانش در خطر است یا یگان حالتی دیگر. جان گناهگار می شود، گناهگار می شود تماما. هیچ جا نمی رود. زن در همین 4 ماه و 10 روز فقط هیچ جا نمی براید، یگان جا نمی رود، فقط در خانه می نشیند. مگر ضرورت شد که به بیمارستان رود یا یکی پدرش یا مادرش از دنیا گذشت یا چاره دیگری نیست. دیگری و این مسئله اتفاقی است. از همه عزای وزمینی که در اسلام هست و حتی واجب است، این سنت نیست، یعنی فرض است بالای زن، همون عزاگیری فقط برای شوهرش که 4 ماه و 10 روز از خانه نبرآمده، تماما زیب و زینت رو ترک کرده، حتی یعنی درد چشم باشد هم پیامبر سرمه مالیدن رو اجازه دادگی نیستند، در خانه شوهر می